خوش آمدین به درس جدید که امروز از تقسیم پولینوم بر مونوم. این زمانی است که افاده چندین عدد تقسیم یک افاده میشه که فقط یک حد داره، مثل که شما در مثال اول میبینین. برای حل کردن قسم سوالات شما میتونین که مخرج مشترک را به هر حد یک در صورت حضور داره نوشته کنین، یعنی 12x به توان 3 تقسیم 2x مثبت 10x مربع تقسیم 2x منفی 4x تقسیم 2x. با نوشته کردن 2x که یک مخرج مشترک است به هر حد یک در صورت حضور داشت، ما هیچ کدام تغییر در سوال نآوردیم. فقط قسم بر ما آسان میسازه که سوال را ادامه بدیم. حال شما میبینید که هر کسر خودش یک تقسیم مونوم بر مونوم است که در درس گذشته خوانده بودیم. در تقسیم مونوم بر مونوم عدد تقسیم عدد میشه و متحول تقسیم متحول میشه. کسر اول رو حل میکنیم، 1 2 2 اختصار میکنیم 6 2 12. 6 خودش بعد از متحول تقسیم متحول میشه که x به توان 3 است تقسیم x. پس 6 خودش x به توان، گفته بودیم در قانون طاقت ها از قاعده های مساوی یکشه میگیریم و توان ها را توان صورت را منفی توان مخرج میکنیم که توان صورت هست 3 منفی توان مخرج که 1 است. بعد از او 6 خودش x به توان از 3 که 1 بره 2 باقی میمانه. همه قسم کسر دوم را هم حل میکنیم. 1 2 2 5 2 10. 5 خودش x به توان صورت هست 2 و توان مخرج هم است 1. پس 5 x به توان از 2 که 1 بره 1 باقی میمانه. بعد از او 1 2 2 2 2 4. در اینجا کسر منفی است، پس منفی را هم نوشته میکنیم. منفی 2 خودش x به توان صورت هست 1 و توان مخرج هم است 1. پس نوشته کرده میتونیم منفی 2 x به توان 0 بخاطر از اینکه از 1 1 بره 0 باقی میمانه. در قانون طاقت ها گفته بودیم که هر چیزی که به توان 0 باشه مساوی به 1 است. پس نوشته کرده میتونیم منفی 2 به جای x به توان 0 فقط 1 نوشته میکنیم، پس مساوی میشه به منفی 2. حالا یک جواب کلی به این سوال نوشته کنیم. 6 x به توان 2 مثبت 5 x بخاطر مثبت از کسر گرفتیم، کسر دومش ما دیگه میتونیم که مثبت هست منفی 2 هم خودش